این غلط. مثال بزن، مثلا در زمان خود قاجارها، مثلا در زمان محمد شاه قاجار یا در زمان فتح علی شاه و بعد حتی در زمان ناصرالدین شاه، پول ما خیلی ارزشش بیشتر از حتی پهلوی بوده. یعنی در زمان محمد شاه قاجار، شاه قبل پدر ناصرالدین شاه، پول ما 2.5 مثلا هر یک قرون بوده، نمیدونم واحد پول زمان قاجار هرچی که بوده، مثلا قرون اگر بوده، هر یک قرون معادل 2.5 دلار بوده، یعنی 2.5 دلار 50 سنت، 2.50 دلار بوده، یعنی 2.5 دلار. پول ما 2.5 برابر ارزش نسبت داشته به دلار، یعنی از زمان رضا شاه خیلی بهتر. آیا میتونیم بگیم پس پول زمان محمد شاه قاجار بهتر از زمان محمد رضا پهلوی و رضا پهلوی بوده، پس محمد شاه روحت شاد؟ این اصلا مقایسه مغالطه است. حتی ما نمیتونیم بگیم خب چون اون زمان مثلا اوضاع مردم زمان محمد شاه قاجار به این دلیل بهتر بوده، اوضاع اقتصادیش از زمان محمد از زمان رضا شاه. اصلا اینجوری نبود. اصلا اگر اوضاع در زمان قاجار خوب بوده، پس چون اینقدر مردم شکایت داشتن؟ اوضاع اقتصادی اصلا خوب نبود. در جنگ جهانی اول و دوم ما خسارات زیادی دیدیم و قحطی هایی که وجود اومد، مردم اعتراض داشتن، اوضاع مردم خوب نبود، فقر به شدت زیاد بود و مردم اوضاع خوبی نداشتن، فاصله طبقاتی زیاد بود و کشورهای غربی هم داشتن جلو میدادن تو کشور ما و همون موقع هم مردم از گرونی و از فقر گله داشتن، هم در زمان قاجار هم در زمان پهلوی. حالا من چون یه تحقیق کوتاهی کردم، حالا ارزش پول رو بگم. پس این ارزش پول، مقایسه کردن ارزش پول اصلا یه چیز غلطی نشون. پس نمیدونیم بگیم چون ارزش پول مثلا افغانستان از الان ما بیشتر، به اوضاع مردم افغانستان بهتره. اصلا اینجوری نیست. یا بگیم چون ارزش پول مثلا زمان قاجار از زمان پهلوی بیشتر بوده، پس اوضاع مردم در زمان قاجار بهتر بوده، یا الان مثلا چون ارزش پول ایران نسبت به زمان شاه خیلی بدتره، پس اوضاع اقتصادی مردم و جامعه و کشور از زمان شاه بدتره. اصلا مقایسه پس غلطی. هر کی اومد، چون اینا حرفی که برای گفتن ندارن، اگر اینجوریه بیان بگن وضع فقر در زمان پهلوی چجوری بوده، نمیان بگن. سری میان یه پولی میذارن، عکس رضا شاه یا محمد رضا شاه روشه، بعد یه عکس هم از پول ریال میذارن که عکس امام خمینی روشه، مقایسه میکنن، من میگن رضا شاه روحت شاد، محمد رضا شاه خدا بیامرزه. اصلا مقایسه غلطه. بله متاسفانه ارزش پول ما خیلی اوضاعش بده و یه نقطه ضعف بسیار اساسی برای کشور، جامعه و نظام جمهوری اسلامی هست. اما این نشون دهنده اوضاع اقتصادی نیست. مثالم زدم که دیگه مشخص بشه. اما بریم اوضاع اقتصادی در زمان پهلوی رو بررسی بکنیم. خب اولا که در زمان رضا شاه بیشتر نفت ما که انگلیسی ها می بردن، خود تلویزیون پهلوی هم نشون داده که اینا می بردن، تا اینکه حالا نکنید همیشه استقلال داشتین. هم بگم استقلال داشتن هزینه دارد. نگید آقا چون جمهوری اسلامی پس ما خودمون دشمن تراشی کردیم. نه عزیزم، اگر بخوای منابع خودت رو برای خودت نگه داری و مستقل باشی، ما کشوری هستیم اول داریم منابع زیادی هستیم، دو نقطه جغرافی ما بسیار مهمه، ما چهارراه جهان هستیم، شمال ما روسیه هست، جنوب ما خلیج فارس و اقیانوس هند هست، کشورهای شرق ما کشور آسیای شرقی چین هست و سمت غرب ما اروپا است. یعنی هر کسی، یعنی روسیه، چین، اروپایی ها و حتی امریکایی ها وقتی میخوان مبادلات داشته باشن با
کشور حالا امریکا میخوام با کشوری مثل چین داشته باشه، میتونه از اقیانوس آرام استفاده بکنه. حالا نمیدونم قطعا به صرفه است که از سمت اقیانوس آرام استفاده بکنن، اما اگر بخواد کشور آمریکای لاتین بیاد نمیدونم مثلا با هند مراوده داشته باشه، دیگه بهش فکر کنم نمیصرفه. حالا شاید هم بصرفه، نمیدونم که این همه بیاد. حالا نمیدونم از این سمت، حالا اگر بخواد از سمت در واقع اروپا و اینا بیاد سمت ما، براش بهتره، یا از سمت اقیانوس آرام مثلا اگه بخواد با هند در ارتباط باشه. حالا اینا رو نمیدونم، تحقیق نکردم، اما اینو میخوام بگم ما 4 راهیم. حتی خود امریکایی هم براشون مهمه ایران، چون اکثر اون منابع نفتی که اونا مد نظرشون هست که کشورهای عربی هستن، مثل امارات، مثل بحرین، مثل عراق، مثل عربستان، مثل کویت، مثل قطر که داره منابع عظیم نفت و گاز هستن، اینا بغل گوش ما هم و ما میتونیم تنگ هرمز رو ببندیم. نقاط استراتژیک مهمی داریم. باب المندب که الان دست یمنی هاست، خب یمن با ما همراه هست و به قول شریک استراتژیک و شریک ایدئولوژیک ما هست، یا در واقع یمن یعنی ایران، و نقاط استراتژیک الان دست ما هست. حالا فرق اونا هم نداشتیم، خب تنگه هرمز که داریم، جزایر سگانه که داریم، اینا برای ما مهمه. امریکایی چشم طمع دارن، اماراتی ها چشم طمع دارن، خود روس‌ها و چینی هم روی این مانور دارن میکنن. یعنی کشور ما، حتی اگر بگیم نگیم مرگ بر آمریکا، نگیم نمیدونم مرگ بر اسرائیل، هم ما یک کشور بسیار مهمی هستیم برای شرق و غرب عالم. برای اروپایی مهم هستیم، برای روسیه مهم هستیم، برای چین مهم هستیم. اینا وقتی میخوام با هم ارتباط، چین که نمیتونه همه دور بزنه، برای اینکه بتونه با اروپا، چون قسمت‌های دریایی هم زیر نظر ناتو و غرب هست، بهترین راه برای ما اون از طریق ایرانه. روسیه میخواد با هند ارتباط داشته باشه، بهترین راه از ایرانه. میخواد با خلیج فارس در ارتباط باشه، به کشورهای جنوب ما کشور عربی ارتباط داشته باشه، بهترین راه ایرانه. یعنی روسیه به ما نیاز داره، چین نیاز داره، اروپایی‌ها نیاز دارن، به خاطر همین خیلی علاقه دارن حالا ما رو دور بزنن تو کریدورها، تر عرب مد و نمیدونم چینا، همه برای دور زدن ماست. پس ایران یه نقطه خیلی مهمه، منابع زیادی داره. ما مرگ بر آمریکا نگیم، مرگ بر اسرائیل هم نگیم، برای غربی ها مهم هستیم، برای شرقی ها مهم هستیم. حالا ایران همونجور که ایران اینقدر مهمه، فلسطین هم یک کشور بسیار مهمه که ما اینقدر تاکید کنیم فلسطین، بخاطر همینه. فلسطین لولا و متصل کننده 3 قاره است. یعنی هر کشوری که میخواد از طریق خشکی متصل باشه باید از فلسطین عبور کنه، چه به آفریقا، چه به آسیا و چه به اروپا. لولای 3 قاره است، متصل کننده 3 قاره است. فلسطین بسیار حیاتی است، به خاطر این غربی خیلی براشون مهمه، هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم از طریق جغرافیایی بسیار فلسطین مهمه. فلسطین، اردن، کلا شامات عزیزان نقاط استراتژیک برای غربی ها و شرقی هاست. منطقه ما، منطقه غرب آسیا مهمه، به خاطر همین هیچ وقت نمیتونه روی آرامش باشه. ما سوئد نیستیم، ما فنلاند نیستیم، ما تو یک منطقه بسیار خطرناک هستیم که ما دنبال قدرت نظامی هستیم به همین دلیل. اما حالا میخوام اینو بگم، در زمان پهلوی باید ببینیم، میگم ما نفتمون داشت به تاراج میرفت، یعنی بخش اعظمی از ثروت ما داشت میرفت و بهره بسیار کمی داشت و بیشتر پول نفت داشت میرفت تو جیب خود رضا شاه داشت میخورد. اینا دیگه هست، اسنادش هست که مباحثش هستش، سرچ کنید که رضا شاه
بخشی از این درآمد نفتی رو میرفت تو حساب رضا شاه، نصف نقدینگی مملکت دستش بود، نصف پول مملکت تو حسابای رضا شاه داشت، جز اون ممالکی که گرفته بود، روستاهایی که گرفته بود، چقدر زمین ها رو خورده بود، یه عملا یه دوست اومده بود شده بود شاه مملکت. و در زمان محمد رضا شاه برای اینکه مثلا در یه فقره بگم که یکی از بچهای رضا شاه اومده بود از خواسته بود برای کاخش، برای قسمتش برق مجانی وصل بشه، یعنی پول برق نده، کنتون مجانی باشه. اینجوری بودن، میچاپیدن مملکت رو. حالا بعضی شاید میگن الان هم همینه، بله الان هم هستن افرادی که دارن متاسفانه اختلاس میکنن، میدوزن، ولی اینجور نیست که مثل زمان واقعا در مقایسه با اون زمان اصلا عددی نیست الان. و خیلی از اینا دارن الان محاکمه میشن، میگیرنشون محاکمه میشن. خود خیلی از این اعضای شورا هستن، شهردارا هستن، طرف عضو شورا بوده، عضو یا شهردار بوده، همین چند وقتی هم شهردار رو یه چند عضو شورا بودن یا یه نفر بوده، حالا نمیدونم، طلا و دلار و اینا رشوه گرفته بود، خب گرفتنش. یعنی اینجور نیست. اونی که حالا میگن مثلا 3000 تومان دزدید، اون شخص که فامیلش آریا بود اونو گرفتن و این مثلا این اسم نحسش حالا یادم بیاد که فرار کرد به کانادا، اون 3000 میلیارد تومان رو یکی دیگه برده بود که همونو گرفتن، تازه جریمه‌ش هم کردن 4000 میلیارد رو پس گرفت جمهوری اسلامی. و اون شخص که حالا فرار کرد، حالا اسمش که یادم اسم نحسش که فرار کرد، حالا اطلاعی که دارم 100 میلیارد تومان رشوه گرفته بود. اسمش بعضی وقت حافظه با من یاری نمیکنه. حالا میخوام اینو بگم، خیلی از اینا دارن میگیرنشون دیگه، بالاتر از مثلا یه شخصی مثل بچه رفسنجانی که نیست. مهدی هاشمی رو گرفتن دیگه. حالا البته من نمیدونم حالا در جزئیاتش که پولایی که حالا خورده بود اونو گرفته، اینا رو دیگه باید قوه قضاییه اعلام بکنه. این حالا شاید بگم از نقطه ضعف رسانه‌های ماست که اینا رو نمیان بگن که چه شد. حالا اگر یه جایی یا همین قضیه چای دبش حالا گرفتنشون دارن بازخواستشون میکنن، یعنی اینجور نیست هر کی بخوره و بره. و در مقایسه با زمان پهلوی واقعا اون زمان دیگه علنا داشتن میخوردن، یه قلوب هم روش اصلا این خیالشون هم نبود. خود محمد رضا شاه دیگه بزرگترین اختلاسگر تاریخ جهت شناخته شده بود، از سوی سازمان ملل 35 میلیارد دلار میگن، حالا 30 میلیارد دلار میگن، 25 میلیارد دلار میگن. یکی نزدیکان خودش گفته که 25 میلیارد دلار این برد و هنوز هم که هنوزه دارن میخورن، از پس همون پولا داره بچهش میخوره. میخوام بگم حالا جدا، حالا بحث فساد هم اگه میخوام برسیم یه بحث دیگه است، نمیخوام زیاد کشش میدم طولانیش بکنم. حالا بعض اقتصادی ما، پس اولا که بخش منابع عظیم ما داشتن انگلیسی ها و غربی ها میبردن. یه در زمان رضا شاه بود، قرارداد دارسی هم که از زمان مظفرالدین شاه بود اگه شما کنم، خود رضا شاه اومد پارش کرد مثلا قلدری بکنه، ولی بعد انگلیسی بهش فشار آوردن، دوباره 30 سال دیگه بکنم تمدید کرد، 60 سال قرار بود مثلا 30 سال دیگه تموم میشه، 60 سال دیگه تموم میشه. یعنی اگر حساب بکنیم شاید به زمان بعد انقلاب هم میرسید اگر قرارداد دارسی ادامه پیدا میکرد. حالا اگه اشتباه نکنم، حالا در مورد کنسرسیوم هم بحثی باشه بالا صحبت کنم، میگم وقت بیشتر از اینا گرفته میشه که کودتا 28 مرداد که اتفاق افتاد. حالا میخوام بحث کوتاهی بکنم در ملی شدن صنعت نفت. وقتی ملی شد صنعت نفت ما، اولا تحریم کردن، اینو میخوام بگم، ما تحریم شدیم، انگلیسی ها ما رو تحریم کردن، کشتی انگلیسی نفت ما رو صادر نمی کردن. چون تحریم شدیم اصلا همون موقع قیمت ارز رفت بالا. قیمت ارز مثلا اگر
حدودا روی 20 تومن 30 تومن فکر کنم بوده، بخشید 20-30 ریال بوده یا 2-3 تومن بوده، رفت بالا تا 60 تومن رفت بالا، 60 ریال رفت بالا یا 6 تومن. بعد کودتای 1332 که اتفاق افتاد باز قیمت ارز بالا تا حدود 90 ریال هم 100 ریال هم رفت، که بعد هم که دوباره ما قرارداد بستیم با غربی ها، حالا قرارداد کنسرسیوم بستیم، قرارداد دیگه حالا شابه است که چند تا کشور حالا باز معامله ملی کردیم نفت و بعد شاه اومد، انگلیسی ها و امریکا شاه رو دوباره برگردوندن بعد کودتا 28 مرداد و امثال پریبالا، میگم خفت از این بالاتر که یک شخص مثل پریبالنده و شعبان بیما، شعبان جعفری اومدن شاه رو برگردوندن، یک زن فاحشی مثل پریبالنده و یک شخص دیوانه قلدری مثل شعبان بیما شاه رو برگردوندن و کنسرسیومی تشکیل شد، کنسرسیوم نفتی، چند تا شرکت نفتی مثل شرکت آمریکایی، شرکت فرانسوی بریتیش پترولیوم، شرکت انگلیسی و یکی دو تا دیگه. حالا طبق سهم، یه سهمی هم قرار بود فکر کنم 50% مثلا قرار بود به ایران بدن، تازه اون 50% هم نمیدادن، نهایت 10% حالا اینا میگن میدادن، حالا شاید حالا 20% ما بگیم، حالا بعدن شاید یکم سهم ایران هم بیشتر کردن، ولی میخوام بگم بیشتر یعنی استخراج نفت، تولید نفت، صادرات نفت دست و غربی ها بوده، نه دست شرکت ملی ایران، نفت ایران. ما وابسته به غرب بودیم، این افتخاره. بعد حالا درباره اینم صحبت میکنم که پول نفت چی میشد در زمان رضا شاه. خب این زمان رضا شاه بود، نفت ما رو که میبردن، بعد اوضاع اقتصادی ما اصلا خوب نبود، همون موقع هم اوضاع روستایی خوب نبود، نه جاده درست حسابی داشت مملکت ما، اوضاع سواد من اصلا اوضاع سواد خوبی نداشتن، شما این آمارای بی سوادی. بعد یکی میگفت، من میگفت که خب زمان رضا شاه هم مثل زمان اهل بیت، مثلا زمان اهل بیت مگه مدرسه بوده؟ عزیز من، زمان اهل بیت اولا خیلی باسواد بوده، هم موقع مدرسه بود، خود امام صادق چندین هزار قول دانشمند تربیت کرده بود، می اومدن درس میخوندن، اینجور نبود، خود فقه و اصول و همون موقع درس طلبگی داشتن، قرآن حفظ میکردن، قرآن مینوشتن، قرآن میخوندن، سواد داشتن، سواد خوندن نوشتن داشتن همون زمان پیغمبر. خود پیغمبر به مشرکین علا کافرایی که بودن، اونایی که سواد داشتن میگفتن آقا شما به 10 نفر سواد یاد میدید آزادید، خیلی با سواد شدن، خود پیغمبر تشویق کرد دیگه. حالا خیلی ها رفتن کتاب می نوشتن، قرآن میگم حفظ میکردن، اهل سواد بودن، خود اهل بیت مروج علم و تحصیل بودن دیگه. اوج از زمان امام محمد باقر بود، از زمان امام صادق بود، چقدر دانشمند مسلمون داشتیم که بعضی از اینا ایرانی بودن. خود جابر ابن حیان شاگرد امام صادق بود، شیمیدان بود، اصلا کلمه کیمیا حالا در اون زمان که باب شده، حالا میگن در زمان جابر ابن حیان شروع شد، باب شد، کیمیکال، کیمیاگری، کیمیاگر بوده جابر ابن حیان. نمیدونم ابن هیثم که بعدا در بخش نور کار کرد، دانشمندان بزرگ، ابن سینا و ابن این همه، خواجه نصیرالدین طوسی، فارابی، فردوسی، این همه شاعرایی که همه باسواد بودن دیگه، فردوسی، حافظ، سعدی و بیاد تا حالا این چند نمونه مولانا و امثال دانشمندان بزرگ چه عرب چه ایرانی که اهل فقه و اصول و علم علوم حدیث بودن، علم رجال بودن، خود کافی، خود
شخص کلینی که اهل کلین بود کافی نوشت. بالاخره خیلی از اینا خود شیخ توسی، شیخ طبرسی، اینا همه ایرانی بودن، سواد داشتن، خوندن نوشتن بلد بودن. حالا در زمان رضا شاه خود اروپایی‌ها دیگه بالاخره مدرسه داشتن، دانشگاه داشتن. خب چجوری پس همین شخص دانشمند بزرگ ما حسابی، پروفسور حسابی که واقعا یه نابغه بود، یه نخبه بود، تو علوم مختلف کار کرده بود، واقعا یه نابغه بود، حافظ قرآن بود، حافظ کتب شعری مثل فکر کنم اگه شما حالا کتب مثل حافظ و سعدی و حتی اگه شما فردوسی، حافظ، این کتابا بوده. در حوزه فیزیک دانشمند کار کرده، در حوزه ریاضی اگه شما کار کرده بوده، در حوزه مختلف، حوزه فکر کنم مهندسی راه و جاده و اینا کار کرده بوده، نقشه کشی و اینا. این مخی بوده پروفسور حسابی خودش. خب این در کجا درس خونده بود؟ در اروپا درس خونده بود، در فرانسه. خود دانشگاه داشته، خود شاگرد انشتین بوده، اگه اسمش حالا درست بگم، که اصالتا آلمانی بود که در آمریکا حالا کار میکرد. ببخشید در آمریکا، فکر کنم پروفسور حسابی در آمریکا درس خوند. حالا در یه مدت در لبنان بوده، حالا در کودکیش فکر کنم در حالا فرانسه بوده باشه، حالا اشتباه نکنم، ولی در آمریکا حالا تحصیل کرده در دانشگاه. بالاخره آمریکا دانشگاه داشتی. این دانشگاه آمریکا همه قبل دانشگاه تهران ما بود دیگه. خود اروپا دانشگاه داشتیم، مدرسه داشتیم، تو زمان خود قاجار مدرسه داشتیم. اصلا بهونه چرتی هست. اصلا میگم دوزای سواد خوب اصلا نبود از زمانه، حالا چه قاجار و چه بعد پهلوی. یعنی شما ببینید 37 سال حکومت محمد رضا شاه بود، حدود 15-16 سال شاه بوده رضا شاه و 2 سالم نخست وزیر بوده. قبلش هم خب وزیر جنگ بوده. خب اون موقع که نخست وزیر بوده آقای رضا شاه، اون موقع که بعدن شاه شد چیکار کرد در حوزه علم؟ چقدر از بچه‌های ما سواد داشتن در زمان خود محمد رضا شاه. حتی اون سپاه دانشی که حالا اومدن ساختن اصلا چند درصد موفق بود؟ همون سپاه دانشی که می اومدن به خانوما تعرض میکردن، تجاوز میکردن، اصلا اوضاع خوب نبود. از زمان این از حوزه سواد درستی داشتن. نفت ما رو هم که داشتن میبردن، از لحاظ اصلا اقتصادی اوضاع خوبی نداشت. اون موقع قوانین داشتن حکومت میکردن، زمینا بیشتر دست خانها بود، رعیت واقعا تحت ظلم و فشار و فقر و فلاکت بود. خیلی مشکل اقتصادی داشتن، اصلا اوضاع اقتصادی خوب نبود. بگیم همه داشتن میخوردن، نه. مثلا هر رو داشتن برنج میخوردن، هر رو گوشت میخوردن، اصلا اینجوری نبوده در زمان خود پهلوی. فقط اینا اومدن یه ظاهرسازی پوستی بذارن. این در زمان رضا شاه بوده. مثلا اوضاع شما بگید مثلا خب پول ما اگه ارزش داشته، آیا مردم هم منفعتی داشتن میبردن؟ چقدر مردم اوضاع خوبی داشتن؟ از تغذیه چجوری بودن؟ از لحاظ امکانات رفاهی اوضاع مردم چجوری بود؟ اوضاع بهداشت خوب بود؟ نبود. فقر داشت میلولی تو کشور ما در زمان خود رضا شاه. از شما برید نگاه کنید، همه چیز هم که ارزش پول نیست. باید ببینید تغذیه بر مردم چجوری بود، از لحاظ پوشاک مردم چجوری بودن. آیا همه میتونستن تو حوزه پوشاک اوضاع خوبی داشتن؟ تو حوزه حتی مسکن میتونستن راحت مسکن تهیه کنن توی حتی زمان رضا شاه. حالا اینا نیاز به بررسی داره، من بررسی نکردم، ولی اینجور هم نبوده که اوضاع اقتصادی خوب بوده، نمیدونم همیشه ارز ثابت بوده. نه، ما میگم در زمان همون رضا شاه خاطر اون اوضاع نابسامانی که داشت اول کار
قیمت ارز رفت بالا، یا بعد جنگ جهانی دوم تورم به خاطر حالا قحطی که وجود تورم بالا 100% رفت، قیمت ارز بسیار رفت بالا، ارزش پول ما به شدت اومد پایین. بعد اینکه باز ما تحریم شد در دوران آقای مصدق، باز قیمت ارز رفت بالا. و بعد که گذشته 28 مرداد اتفاق افتاد و ما حالا اون کنسرسیوم تشکیل شد و یک کم منابع نفتی داشت، سرازیر شد پول نفت توی دولت و دستگاه حکومت زمان شاه، یک کم اوضاع بهتر شد و در واقع دوباره ارز تثبیت شد، حتی قیمت ارز از 80-90 ریال اومد روی 70 ریال و دیگه تثبیت شد. حالا اونم دلیل داشت. اما در زمان محمد رضا شاه، خیلی من سریع اینم بگم، خب اولا خود محمد رضا شاه اعتراف داره که یک خبرنگار ازش سوال میکنه چرا شما اون معاهده رو با کشور غرب بستید، دهه 50 میلادی 1950 خوردی بود. گفت حالا قرارداد چی بوده؟ قراردادی هم اینا بسته بودن، کنسرسیوم قرار بوده، میگم اصلا 50% بدن، 50% هم به ما ندادن و سال 57 دقیقا سال 1357 قرارداد تموم می شده و شاه هم گله داشت که حق ما رو نمیدید. حالا اونم صحبت میکنم اگه یادم باشه. خب ما دهه 40 رو داشتیم. خب اگر اوضاع اقتصادی اولا خوب بود، اولا شما محمد رضا شاه سال 1320 اومد تا سال 1341 اگر اوضاع خوب بود، خب تو 20-21 سال شاه مملکت بودی. اگر اوضاع مردم خوب بود، چرا محمد رضا شاه میگه ما اگر این قرارداد رو نمیبستیم، به اون خبرنگار میگه مردم موضوع اقتصاد خوبی نداشتی، مردم مثلا گرسنگی میمردن، تحت فشار بود اوضاع اقتصادی، پس خوب نبوده. بعد اگر اوضاع خوب بوده چرا شما اومدید با دستور امریکا اون انقلاب سیاه رو به وجود آوردید، زمین ها رو تقسیم کردید که مثلا حالا کشاورزا یکم اوضاعشون بهتر بشه، که برعکس شد. حالا در مورد اینکه چه اتفاقی رخ داد بعد از اینکه محمد رضا شاه اومد در واقع اون انقلاب سیاه رو به وجود آورد. اگر اوضاع خوب بود پس چرا اون انقلاب به قول شاه و ملت یا انقلاب به قول خودشون سفید که من میگم سیاه اومدن ایجاد کردن و اون رفراندوم اومدن روی کار آوردن، اصلاحات ارضی رو آوردن روی کار. اوضاع که غالب اون موقع هم جمعیت ایران روستانشین بودن، 60-70% مردم روستایی بودن. پس اوضاع مردم روستا خوب نبوده، حتی اوضاع مردم شهر هم خوب نبوده. حالا نمونه‌هاش رو میگم. پس این اولا خودش نشون میده که اوضاع مردم خوب نبوده، چون شاه خودش اعتراف داره میکنه که من اگر این قرارداد نمی‌بستیم مردم از گرسنگی میمردن، اوضاع خوب نبود. و دو، پس چرا اومد انقلاب اصلاحات ارضی به وجود آورد؟ اما اصلاحات ارضی چی کرد؟ پس اوضاع خوب نبوده. اصلاحات ارضی باعث شد کشاورزی ما از بین بره. ما تو گندم خودکفا بودیم، تو بخش گندم، حالا تو جو اینا رو تقریبا میتونستیم اوضاع خوبی داشتیم از لحاظ تولید. حالا جنگ جهانی دوم با ما چه کرد؟ میلیون ها نفر باز کشته شدن، مثل جنگ جهانی اول که میلیون ها نفر از ما کشته شد از قحطی. دقیقا هم اتفاق افتاد تو جنگ جهانی دوم. اینم یادم نره میگم که ما از خاطر از قبل قحطی که وجود اومد که لهستانی ها اینجا اومده بودن و اشغال کرده بودن انگلیس ها و شوروی ها و لهستانی اینجا داشتن مشروب میخوردن و نمیدونم کیف حال خودشون رو میگردن و از گندم ما داشتن استفاده میکردن و بلوای نون اتفاق افتاد تو سال 1321. من سال 1321 ما تورم رو بالای 100، اوضاع اصلا خوب نبود. دی هست تو روزنامه 700% ترقی. این اتفاق افتاد از زمان محمد رضا پهلوی، از زمان رضا شاه. سال 1321 22 اوضاع اقتصادی
خوب نبود. تورم رفت به شدت بود، تورم سرقمی شد. ما تورم سرقمی رو تجربه کردیم از زمان پهلوی و بعد دیگه حالا اوضاع بهتر شد. ولی تورم، اینم بگم، تورم پایینم ضمناً نشون نمیده اوضاع اقتصادی خوب رو. اینم بگم به دلیل، میگم حالا اون شاید یه درآمد خوب اون کشور داشته، آیا در همه درآمد به صورت مساوی عادلانه بین مردم تقسیم میشه؟ حالا در مورد فاصله طبقاتی هم صحبت میکنم. اما این اصلاحات ارزی باعث شد کشاورزی ما از بین بره. مایی که در واقع تولید کننده گندم و جو و اینا بودیم، شدیم وارد کننده اینا. یعنی کشاورزی عملا از بین رفت. روستایی ما دیگه چون حالا اون موقع پولی نداشتن، زمین ها در حدی نبود که بتونن کشاورزی زیادی داشته باشن، نیاز به بالاخره سرمایه داشتن، سرمایه نداشتن، حمایتی از دولت نمیشد اونجور و حالا به دلایل دیگری کشاورزی از بین رفت و ما عملاً شدیم کشور وابسته به غرب. باز حتی تو حوزه گوشت ما به شدت شروع کردیم به واردات. هرچی به دهه 50 رسیدیم، یعنی درآمد نفتی ما به خاطر اون جنگ اعراب با اسرائیل و اون تحریمی که اعراب علیه اسرائیل کرده بودن، نفت میفروختن به اروپایی حالا یا اعراب، به حالا تحریم که عرب ها کرده بودن، ایران از این حالا اومده بودن امریکایی ها صحبت کرده بودن اولا با ایران و عربستان اینا که اولا بیان نفت خودشون فقط با دلار بفروشند، نه با یورو نه با پول دیگری. این خودش اول نشون میده ما از همون دوران تحت قیومیت و استعمار آمریکا بودیم. و حتی اروپایی ها برای اینکه بتونن، اولا اروپایی میخواستن دلار بذارن کنار، اما برای اینکه بتونن نفت از ایران و عربستان و اینا بگیرن مجبور بودن، چون فقط با دلار معامله میشد، اینا مجبور بودن برن دلار بگیرن، دلار بگیرن. حتی دیگه آمریکا پول چاپ میکرد میداد به اینا. این خیالش هم نگاه میکنه که الان داره میکنه آمریکا. خب میگم هرچی درآمد نفتی ما بیشتر شد، خب به خاطر اون اتفاق جنگی که گفتم قیمت نفت به شدت رفت بالا، چندین برابر شد درآمد نفتی ما، چندین برابر شد که علنا شاه میگه ما کسری بودجه داشتیم، نمی‌دونستیم چیکار بکنیم کسری بودجه رو. الان اینقدر درآمد داریم، با این پول نمیدونیم چی کار بکنیم. خودی هستی فیلمش هست، اون مستند در برابر طوفانم آورده دیگه، علنا شاه داره اعتراف میکنه، میگه ما نمیدونیم با این پول چه بکنیم. بعد کشاورزی ما از بین رفت که خود امام خمینی تو 12 بهمن توی بجدرا میگه این حکومت پهلوی دهقانی رو از بین برد.